ژاپن. اوگیهارد به دنبال یار خالی، فرصتی که دارن سری توپو برمیگردونن تا از مالکیتشون به خوبی استفاده کنن. فرصتی که هست، باز هم حامد کریمی. مهدی دایتقی هم به بازی اومده. علیرضا مهری بازیکن ژاپنی روبروی خودش میبینه. فرصتی که دارن بازیکنان تیم ژاپن، یه ضربه که از کنار دروازه حامد کریمی به بیرون میره. واتانابه ضربه ای رو که زد و تهدید جدی برای دروازه ایران نداشت. حامد کریمی اشاره میکنه بازیکنان که توپ بگیرن. امیرحسین رهبر خطا رو میگیره، توپ بالا میندازه و به دنبال یار خالیه، باز هم خطا میگیره. کار میکنه با گوش چپ تیم، یعنی پیمان اسدی. حالا پاسی که ارسال کرد برای علیرضا مهری اگه اشتباه نکنم که مالکیت تغییر کرد. باز هم در موقعیت 2-1 فرصتی که هست، ضربه ای که میزنن و برای ششمین بار توسط بازیکن شماره 4 تیم ژاپن اوگیهارا دروازه ایران باز میشه. عرض کردم ایران کار سختی رو داره امروز و در این لحظات هم ژاپنه که زمام بازی رو در اختیار گرفته.